من برای تو جان و دریغ نمیدارم در دنیا. لا اغنی عنک من الله شیئا. اما فرد روز قیامت سوال و جواب در پیش پروردگار با خود فرمایی من نمیتونم در اونجا برم چیز بازی کنم. کسی قبول نمیشود. هر کس تک تنها پیش پروردگار دعوت میشود و حساب کتابش میکنه. هشتا در سر دیگه بچم. انمی دعوت‌های حضرت صلی الله علیه و سلم بود که ما نمیگیم که پیغمبر ما بزرگترین پیغمبرای جان ما نمیخره. ما رنگ یهودیای ابله نمیگیم که ما مردم برگزیده هستیم خداوند دوزخ برامون حرام گردونده است. ما رنگ نصرانی‌ها نمیگیم که حضرت عیسی اومد از جان همه ما را خرید خلاص به همه دیگه. نه، میگیم که پیغمبر ما بزرگترین پیغمبر است. لیوای حمد فردا روز قیامت پرچم حمد در دست پیشوا و پیغمبر ما هست. تمام پیغمبرای الله از آدم علیه السلام تا عیسی علیه السلام همه در پشت حضرت صف میگیرند. حضرت صاحب شفاعت، حتی اهل کبایر امت چه طلب شفاعت چه میکنه. شافع و مشفع است که شفاعتش پذیرفته میشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضرت اولین شخصی هست که جرأت میکنه در جنت میکوبه. خداوند متعال در بروش باز میکنه همراه شدن امتاشان. یورا ما 100% میدونیم. اما ما را پیغمبر تاکید کرده است که این مرد که خوب پشت از سرت بگی به حلوا بودن دهن شری نمیشه. با یک مسلمان گفتن امت محمد صلی الله علیه و سلم گفتن بولی تو مسلمان امت محمد نمیشه تا زمانی که عمل نکنی. عمل که نداشته باشی هیچ فایده نداره. سبحان الله. فقط رأی نمازت میپرسند این اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاة. روزی محشر که جانگداز بود اولی پرسش از نماز بود. و تو وقت امتحان نماز نسپاریدی، نماز در مقابل ایستاده است، پیش پروردگار شکایت میکنه که این بنده نالایق بدبخت نعمت تر خور در نمکدان تف کرد. نمازی را که فرمانی تو است، نمازی را که ساعت قبولی تو است نمی اومد نمی خوند، محمد صلی الله علیه و سلم دیگه از رنگت بیزار میشود. شفاعت هیچ وقت را طلب شفاعت نمیکنه. میگه لست منی، تا از من نیستی، انا بریء منک، من ایرانگی تو بیزارم. همین تعلیم حضرت صلی الله علیه و سلم چنان با مسلمانان داده است که ما امروز افتخار میکنیم که الحمدلله مسلمانان همیشه با پروردگار رابطه دارن. در یک شبانه روز 5 بار نماز میخوانن. ماه شریف رمضان در چیله تابستان هم که بیاید این ماه روزه میگیرن بخشی و خرسندی. همین سببش همین حضرت بود، تاکیدهای حضرت صلی الله علیه و سلم بود. حضرت مولوی قصه میکند، میگه آن جهود و مؤمن و ترسو مگر همراهی داشتند با هم در سفر. چون رسیدن این سه همراه منزل هدیهشان آورد حلوا مقبله. باره میگه یک یهودی و یک نصرانی و یک مسلمان همراه کجای سفر میکنن. وقتی در همون مکانی قصد داشتهشون رسیدن در یک کاروانسرا فرمودن. اگه آدمی که سفر کنه خصوصا زمانهای پیش معلومه که در چنگ خواب گم میشود. همین شکل صورتش میفهمی که همین مسافر است. در عصر 21 زندگی میکنیم. اگر چند هول دیگه ماشین پویز سمالیوت 2 روز 3 روز اگر سفر کنی آوازی نکنی بوی بدن میبروید، عرق بدن دمو بوش میبروید. و او شب و روزا که مردم در خیر اسب پیاده سفر میکردن بیچاره در خواب دیگه آغشته میشیدن. یک آدم مقیمی دید چون همین دریافت که همین ولی گفت همین بیچاره مسافران شاید گشنه باشن. رفت خونش در یک کاسه حلوا گرفته، بالاش در یک نون دیگر هم تا پرو مانده آورد گفت همین را بخوری به خاطر خدا. تخمه بودن آنده بیگانه زیخور بود سا امروز آن مؤمن مگر. جهود نصرانی شکمشو سیر به دست خوردم دیگر اوژین کردم دیگر. ای مسلمان از ترسی اون که من بود و بعد همراهای نابود یکون لقمه حرام و شبهناک نخورم بیچاره روزه گرفتم دست. این روزه دار به دست. چه نماز شام آن حلوا رسید بود مؤمن مانده در جوع شدید. وقتی نماز شام وقتی افطار تا آمدید دیگه بی‌طاقت شده ایشتگیره. اونده کس گفتن ما از خر پریم امشبش بینیم فردایش خریم. جوت نصرانی گفتن شکما موسی رای حولا همی زیبی سهر خرک داره ایست شرینه زفترک دست آزد میمونیم سهر زفترک میکنیم.
گفت مؤمن نه که ما خود ستنیم، چون خلاف افتاد پس قسمت کنیم. هر کی خواهد خصم خود بر جان زند، هر کی خواهد تا سحر پنهان کند. مسلمان گفت شما ناحقی نکنه برادر، این حقی سه کسای شما سیر من گشتای با من روزدار بدم، بیای ابی سه حصه تقسیمش میکنیم. من گشتای که هستم میخرم، خواهی شما سیری مونه سهرخرکش کنه و خی اختیار داره. پس ورا گفتن زین حکمتگری قصدی تو این است تا تنها خری. گفتن تو مسلمان حیلگر اکی یک کاسه چی کی را داره که او را با سه حصه تقسیمش کنه؟ تو میخواهی که ما اون را بیاریم بمونیم ما سیریم دلمونه کشاو تو قبضنی نمیشه. گفتم اقلیت باید به اکثریت اطاعت کنه. بیچاره زورش به یو نرسه یا دو کسن زمین پست آسمون بلند زورش اومد تا به طاقت یک سود کشیده ایش نخورده است. بیچاره رفت دراز کشیده یک کنجک سراش مونده خور رفتن. پس بخفتند آن شب برخواستند، بام دادان خیش را آراستند. روی شستند دهان و هر یک داشت اندر ویر راه و مسلک. سر ایخا خیستند هر کدومش موافق همون شریعتی خود رفتاری خود عمل کرد. یهودی خیست روش شوش دهنش یا اوگردان کرده، روش طرفی بیت المقدس کرد. یک چند آیه را از تورات هم جنبیده خون اومد شیشت دستری دستر خون. نصرانی هم یک کریس کشیده اومد در پالو شیستون. این مسلمان افتوای او گرفت بر رفتورت کنی. یک 10-15 دقیقه پس اومد یوش دستش دورم. گفتن ابا چه بیو اگه بخریم حولو را. گفت حالی من نو که شروع میکنم به عبادت. وقتی من توزه کردم پیش پروردگار با همین بدن خلقی نگشت خیلی بیستی صبر کنه که نماز بخونم. رفت در نماز استاد فرضی بوم داده با تجوید ترتیل خیش را خوند. یا را تعجب شو گرفته است که این مرد یک سودکایی چی نخورده، این مو به توقت چی دیده خیلی اینقدر ایمانی قوی دوران که یک جوش نمی جنبه نماز خونه را بی خیسه کوتاه نماز خلاص کرد و من در پهلوش و شیشت کوسه در بلوی توق موندگی های. اون یکی گفت تا که هر یک خوابی خیش آن چی دید او دوش گو آور با پیش. هر کی خوابش بهتری را او خورد، قسم هر مفضول را افضل برد. جهود گفت که بچه ها یک پرسای شکم یک اساسیت میکنه بیایم پیشکر نکنیم، همین خواباتون رو نقل کنه. اگر کسی شب خوابی رحمانی دیده باشه، خوابی خوب دیده باشه، اشیر مادرش حلال بگذار همون بخرش. این طریقت یکون تموسیر نمیکنه. پس جهود آورد آن چی دیده بود تا کجا شب روحی او برگردیده بود. این جهود را این سطحی ورده دستش گرفته سر کرد. بچه ها گفت من شب حضرت موسی را در خواب گفت در شب موسی هم آمده پیش. گربه بیند دنبه اندر خواب خیش. از پی موسی شدم تا کوه طور، هر سه گم گشتیم زان اشراقی نور. حضرت موسی اومد نگه دست مگرفت کوه طور بود تا سحر همین نوری رحمت پروردگار، همین نوری شعای الله ذوالجلال محکم کرده بود. هم من هم موسی و هم کوه طور هر سه گم گشتیم زان اشراقی نور. همین تایی غرق نور الهی بدیم در طاعت عبادت بدیم و وش طاعت عبادت کردیم در حیات شما کردیم. خوصه حقی من هست و این اصانی گم گفت خلاص جورا مونم گفت زنیم بخیر. بعد از اون ترسا در آمد در کلام که مسیح هم رو نمود اندر منام. من شدم با او به چهارم آسمان، مسکن معوای خورشید جهان. گفت جورا گفت این خوبی تو خوبی خوبه، خوبی بزرگ اینه که خوبی زمینی هست. من شب حضرت عیسی را در خواب دیدم، دست مگرفت آسمانی چهارم بود. این همی تا سحر ملائکه و اوچ را دستوده برو زیارت کردیم. خوبی تو کجا و خوبی من کجا، هر دش رزوار دورن. این مسلمان خواب شدگی هست و گفتن جورت خواب ندیدی. پس مسلمان گفت ای یارانی من، پیشم آمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سلطان من. بچه ها گفت منم خوب دیدم. حضرت همین مثل ماه شب 14 میگه از در همی خونه قادرمت همه منور شید. ما مسلمان ها دروغ نمیگیم در خواب، خاصتا در حق پیغمبر ما. هر کسی حضرت در خواب دیده است حقیقتا دیدگیش، زیرا شیطان شکل صورتی به محمد گرفته نمیتونه. حضرت میگه پیشم اومد بیدارم کرد.
پس مرا گفت آن یکی بر تور تاخت با کلیم حق نرد عشق باخت آن دیگر را عیسی صاحب قران برد بر فرق چهارم آسمان خونت پری گندم گفت ای خونه آباد خدای تعالی میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس شما بهترین امت هستید در تاریخ بشر ایتن در خومه نگرن رفیق یهودی همراه حضرت موسی در کوه طور عبادت کرده است اون نصرانی را حضرت عیسی آسمان برده استش با طاعت عبادت و ذکر مشغولند هم تا خومه کنی خیز ای پسمانده دیده ضرر بار آن حلوای یخنی رو بخور اگه خونه آباد تو روزه داری برای تو همه افطارت عبادت های او در همه عبادت در ذکر دیگه در فکر خراب نیستم تو بخی اخران هم روزه تبک شو ای سلیم گولی و پسمانده هین برجه بر کاسه حلوا دیشی این خیلی که گفت بیقرار شیدن پرید خیز جهود کاسه رای بلوی تاق گرید دید خالی بودن حضرت شو زد استش لیسیده تا زا کرده این بوداییه همه ای آرامی و همه ای حضور قلب و حضور تورات کریم و بسخولی عیسی بیامی بخی حضرت میگه اذا حضر العشاء و العشاء فابدأوا بالعشاء اگر طعام شام با نماز شام یکی آمد اول کمی طعام بخورید نفس تو را آرام کنید بعد نماز بخونید که در بین نماز در یادی خراب نگلته یه میشکمش سیر به حضورت به تجوید ترکیب میخونه پس ها را گفتن آنگه ای حریص ای عجب خوندی تو حلوا و خبیث ای خونه آباد گفتن اونجا حق ما را هم بود تو نپرسیده حق ما را خوردی گفت چون فرمود آن شاهی مطاع من کیم تا که نمایم امتنا و وقتی که پیغمبر امام محمد صلی الله علیه و سلم فرمان میده من سگی گجام که فرمان پیغمبر من نبرم اگر میگفت جان تفیدا گفت به خدا قسم جان میدادم اولی که بشنه بودم یه حولای شریعی با مذهب است تا جهود از امر موسی سرکشی گر بخانه در خشی یا ناخشی تا بدبخت یهودی گفت تمام جنایاتون شما بنی اسرائیل به نام حضرت موسی سپیسد میکنه اگر حضرت موسی تو را امرت کرد اجرا نمیکنه تو مسیحی هیچ از امر مسیح سرتوانی توف در خیر قبیح تو نصرانی گفت نعوذ بالله حضرت عیسی را خدا میگوی پیشتر خدا میگوی اگر همه حضرت عیسی فرمان رو بتا اجرا نمیکنی من زی فخری انبیا سرچون کسم و پیغمبری و افتخاری تمام پیغمبرای الله های خب یه حضرت این امرش اجرا شونده های او مطعم او مطاعی من از افتخاری پیغمبران چه سر میکشم خورده ام حلوا و این دم سرخشم گفت حضرت فرما داد خوردم بله پس رو گفتن والله خوابی راست تو بدیدی بین به از 100 خوابی ماست با خدا قسم گفتن همی خوابی راست حقیقت دیدی جهود گفت من برای هم یک کاسه حولا شده رو ما سیاه کردم موسیه که در کجای موسی را مثال آوردم که تو را فرد فریب کردم این خونه سوختای نصرانی ایمان در گذرم گفت باید رو اسمولی کرد بدبخت گریب اسمولش رو آورد نه که همین خوابی حقا خوابی فایدنو که تو دیدی کشنبک هم سیر شد اگر مقصد مولوی از این حلوا طاعات عباداتی هست که برای قیامت منجم میکنه ما هیچ وقت نمیگیم که ما بنده های برگزیده سوالی که اینجا در مرا دادن که درباره حضرت خدیجه برای ما معلومات بوده که آیا مقصد از پیامبر این مادرمون چند سال کلام بوده برادران عزیز و گرامی حضرت خدیجه شما بسیار جدا خدیجه میگن یا غین قطعی میگن خدیجه میگن اصلش خدیجه بنت خویلد یعنی پدرشون خویلد نام داشتن خودشون حضرت خدیجه بودن اکو این خیلی یکی از مادرای ما و شما هست و اولین زنی که پیامبر ما گرفتن حضرت خدیجه بود و کنیتش طاهره بود یعنی بسیار زنی پاک دامن بود در همون زمانهای حتی بگیم پیش از خانم پیامبر بودن هم
بسیار زنی پاکدامن بوده است. و اینجا در من میخوانم میگه حضرت خدیجه میگه پیش از رسول الله انا 2 بار ازدواج کردگی، 2 بار شوهر کردگی بوده است. اولی شوهرش نامش عتیقی مخزومی بوده است و دوم شوهرش ابو حاله تمیمی بوده است. همین 2 شوهر کردگی بوده است. از هر یکی از اونان میگه یک دختر و یک پسر به دنیا آورد. ای شوهر اولش عتیق یک بچه و یک دختر، ای شوهر دیمش ابو حاله از او هم یک بچه و یک دختر آورده بوده است. خب و از عتیق ای شوهر اولش بسیار پول کلان در دست حضرت خدیجه باقی ماندگی بوده است. انا میگه پس از مرگ شوهر دویمش حضرت خدیجه میگه 3 سال ازدواج نکرد. یعنی ازدواج نکردن تا اینه که به ازدواج رسول الله در آمدن. در اینجا میارد از تجارتش میگه حضرت خدیجه میگه انا دایی میگه یا عادت داشت که از همون نفرهایی که در تجارتش کار میکردن از حال اونها دایی میپرسید. یعنی مقصد انا یک غلامزنه که داشت به نام میسره، نام همون غلامزنکش میسره بود. میگه این کار با گردن همون گذاشته بود که همین نفرهای مردکایی که در من کار میکنن از حال همونا دوی مرا اخبار بده. یعنی من باید دویم در گرد اینا معلومات داشته باشم. خب یک روز میگه ابو طالب پدر حضرت علی میگه نزد حضرت خدیجه آمد و گفت که همین پسری برادر من یعنی عبدالله که بگیم اکو ابو طالب پدر حضرت علی امک پیغمبرمون بود، عبدالله پدر پیغمبرمون اکو برادر ابو طالب میشید. گفت همین بچه ها که گفت بچه همین برادر ما را در کار قبول نمیکنی، همین را یعنی در همین شرکتی خودت در همین تجارتی خودت نمیگیریش. گفت اگر تو بیگانه ها را می آوردی من در کار میگرفتم، حالا که پسری برادرت البته که ما در کار میگیریمش. و او را حضرت خدیجه پیامبرمان مقصد در کار قبول کرد، یعنی برای مالهای حضرت خدیجه را در گردش در آوردن تجارت دادن در کار قبولش کرد. انا که پس میگه از بازگشت قافله بعد میرفتن هر شهرها تجارت میرفتن. بعد میگه از همون میسره درباره رسول الله و طبیعت و ویژگیاش پرسید که مقصد چی خیلی است، میشود در تجارت نمیشود کو چی از این مردک چی دیدی؟ میگه گفت که من خدیجه را گفت همین میسره گفت من چیزای عجیب دیدم. گفت یکم گفت من در بالای سرش یک ابر دیدم، کجای میریم بالای سرش در یک ابر همراهش میروم و او را همیشه سایه میکنه. هرگاهی که میستد ابر میستد، هرگاهی میرود ابر میرود. این همون غلام زنه که خدیجه و خدیجه حکایه کسته که ما در همین محمد همین را دیدم. تا اینه که میگه خلاص این ابر هیچ وقت میگه جدا نمیشه، حتی میدوید میگه ابر بالا سرش میدوید میگه. میگه روزی میگه با یک چیزی دیگر دیدم، زیر درخت میگه دیدم که در حالتی که بسیار آفتاب گرم بود میگه همین محمد میگه خواست که کمی استراحت کنه خواب کنه در زیر یک درخت. در این هنگام میگه درخت شاخهاش رو میگه خم کرد و او را زیر سایش گرفت. میگه همون شاخها میگه جمع شدن میگه در گردش بالاش میگه سایه کردن. این را میگه در همین محمد من دیدم. سبحان الله میگه صاحب کتاب.
تمام جهان از انس و از جن، از حیوان و از گیاه با رسول الله میگه محبت ورزیدن. افسوس بخیر میگه در کسانی که حتی درخت ها میگه سایش میکردن، سنگ ها میگه با او محبت داشتن. صد افسوس با نفرهایی که در دنیا با این پیغمبر نازنین محبت نورزیدن. خب خلاص اینها را میگه انا من دیدم، میگه میسره میگه گفت که من شگفت زده شدم، حیران شدم. گفتم که شاید هواست که شاخها رو تکان میدهد. فکر کردم که البته همین هوا گرم که هست اما شاخها رو همون تاب داده است، یا شاید شمال باشد که همین شاخها رو بالای پیامبر دا میگه آورده است. در این هنگام میگه یکی از عالم های یهود به نام مستور مرا صدا زد. یک عالمی که از علم تورات آگاهی داشت، میگه اگه پیامبرمون در همون کتابای پیشینم نام پیامبرمون هم بود، ولی این پیروای تورات و پیروای انجیل گرفتن، تغییرات رو آوردن، نام پیامبر از کتاباشون بیرون کردن از روی دشمنی و عداوت. میگه این عالم آمد و گفت این مرد کیست؟ میسره میگه مرا پرسید همین عالم که همین مرد کیه؟ گفتم که محمد ابن عبدالله. میگه یکی از جوانان حرم. این میگه اما حرم از مکه. گفتم بچه عبدالله نامش محمد. گفت که این جوان پیغمبر است، فقط پیامبر زیر این درخت می نشیند. گفت ما در کتابمون دیدیم که در زیر همین درخت نفری را دیدیم که نشست، دانیم که وای پیغمبر است، زیرا زیر این درخت گفت هیچ کس گفت نمیشیند. میسره میگه در ادامه سخنش درباره رسول الله میگه که برای خرید و فروش به بازار رفتم. بازار در رفته میگه وقتی زمان تجارت شد. راستی شاید میگه شغل تجارت از جانب الله برای پیامبرش در نظر گرفته شده بود تا خصوصیت ها و طبعیت های مردم را بشناسند. در همان اثنا میگه رسول الله در حال خرید و فروش بود. مرد دانشمند میگه نزد رسول الله آمد. وقتی در دکان مالهاش میفروخت، مالهای خدیجه را، میگه یک مرد دانشمند دیگر آمد گفت قیمت همین کالا همون گازوار بود یا متریال بود. گفتی چند سومه؟ رسول الله گفت که میگه یک نرخی را پیامبر گفت. بعد در حالی که میگه همچنان میگه سر حرفش ایستاده بود. مقصد همون نرخ دیگرگون نمیکرد. گفت همین نرخ مرا گفتم فروش، من همین نرخ میفروشم. میگه همون دانشمند گفت که بلات و عزا قسم بخور. گفت که قسم بلات و عزا بخور. لات و عزا وقتا هم بوتا بودن. میگه صورت رسول الله سرخ شد. گفت به خدا قسم من هرگز در برابرشون سجده نکردم و به نامشون قسم هم نمیخورم. آن من میگه با همون قیمتی که گفت مال را خرید. سپس من را سزا زد. گفت خب این مرد گفت بدانید گفت که پیغمبر آخر الزمان است. یعنی از نشانه هاش شناختن که این پیغمبر آخر الزمان است. میگه وقتی خدیجه از این گپا میشنید بسیار خشنود میشید. الحمدلله میگفت که مقصد من نفری را در شرکتون در تجارتون راه دادگیم که این پیغمبر آخر الزمان میشه. میگه با شنیدن این تا چند ذوق میگه حضرت خدیجه بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه زیاد شد. بعد میگه در فکر ازدواج غلطید. بعد میگه میسره را گفت که میتونی که تو همین را رفته بگوی که آیا با خدیجه ازدواج میکنی یا نه؟ میگه میسره گفت البته. گفت خیلی نمیتونم من را بگم. بعد میگه پیش رسول الله آمد.
بینین پیش رسول الله آمد و گفت که آیا ازدواج میکنی؟ زن میگیری؟ پیامبر من گفت که آخر با چی ازدواج کنم؟ من مال ندارم. گفت شرایط امکانیت ندارم. گفت اگر به شرطی که با همین طرزی که تو هستی، یعنی از تو هیچ چیزی طلب نکنن، ازدواج میکنی؟ گو ازدواج میکنم. گو با کی ازدواج کنم؟ گو با خدیجه ازدواج میکنی؟ گو وای میخواهد که من با او ازدواج کنم. گو میخواهد با تو ازدواج کنم. گو من راضیگی من دادم، من راضیم. گفت یعنی حضرت خدیجه وقتی که آگاهی را پیدا کرد، بعدا راضیگی شد و از جانب پیامبرمون هم حضرت ابو طالب آمد. یعنی ابو طالب آمد و گویم این کاری نیکه پیش کشاد و پیامبر نازنین من با خدیجه چکا کردن؟ ازدواج کردن. برادر عزیز، اکو خیلی در همون زمان ها مشکل بود و پیامبر بسیار نگاه و بین خوب میکرد. خدیجه میگه 65 ساله شد و هم اکنون در بیماری به سر میبرد که منجر به مرگ شد و در حالی که رسول الله با شدت به خاطر او اندوهگین هست، جبرائیل میآید تا با رسول الله بگوید که خداوند با خدیجه سلام میگوید و به تو میگوید که مژدگانی قصر از مروارید در بهشت با خدیجه بده که این زن لایق و سزاوار اوست. میگه وقتی عمر مادر ما خدیجه به 65 رسید، یعنی حساب کنید که 25 سال با پیامبرمان زندگی کردن. یعنی عمر پیامبر 25 بود، پیامبرمان با 50 رسید که حضرت خدیجه علیه گوییم که چیکار کرد؟ یعنی عمرش به 65 رسیدن، 65 ساله بودن. 65 سالگی در بیماری شدن. یعنی با پیامبر حساب کنید که یک 15 سال یا 20 سال با پیامبر یک جا بودن. انا که در اینجا می آید حضرت خدیجه جان میگه به جان آفرین تسلیم کرد، ولی محبت و ولی زنداری که حضرت خدیجه کرد میگه او میگه سوز گدازش در دل پیامبرمان باقی ماند. برادر عزیز، و همون سال عام الحزن گفتن، یعنی سال غم برای پیامبر نازنین ما. و همچنان ببینید در اینجا یک چیزی عجیب میاد. میگه روزی میگه رسول الله با مادرمون عایشه نشستگی بودن که صدای در برآمد، کسی در میزد. پیامبر میگه خدیجه میگه از دهنش میگه نام خدیجه برآمد، زیرا در زدنش درست مثل در زدن خدیجه بود. چخیلی که همون خدیجه میگه در میزد، همین در زدن رنگ در زدن خدیجه بود. میگه رسول الله میگه بیرون شد که دید که خواهر خدیجه است، حاله بنت خویلید. میگه پس از اینه که دعا میکند و او پشت در باشد، خب میابد پیامبر با او چنین خوش آمد، میگوید خوش آمده خواهر خدیجه. سیده عایشه میگن مادرمان دیگرگون شد و گفت خدیجه، گویی که در دنیا کسی جز خدیجه نیست. رسول الله گفت ای عایشه، خدیجه را اذیت نکن، زیرا عشق او به من ارزانی شد و هر کی خدیجه را دوست دارد من دوستش میدارم، هر کی او را اگر دوست ندارد من او را دوست نمیدارم. یعنی بسیار، زیرا پیامبرمون میگه زمانهایی که میگه من خدیجه خطی یک جا بودم، ببینید زمانی که میگه مردم کافر شدن او به من ایمان آورد. وقتی مردم مرا تکذیب میکردن، دروغگو میشماریدن، او مرا تصدیق میکرد، با ثروتش مرا حمایت میکرد. آن زمانی که مردم مرا محروم ساختن، او به من فرزندای عطا کرد و بدون که همه فرزندام هم از حضرت خدیجه است. زین لحاظ یعنی خدیجه برادرای عزیز وقتی که
حساب کنین 40 ساله بود، پیامبرمون 25 ساله بودن. یعنی با یکدیگر ازدواج کردن و از مادرمون حضرت خدیجه با قول این صاحب کتاب میگه 7 فرزند باقی ماند. یعنی قاسم، عبدالله، طاهر، 3 تا بچه میگه از حضرت خدیجه و از دختراش میگه یعنی زینب بود، گلسوم بود، رقیه بود و فاطمه بود. و یک فرزند دیگه میگه از ماریه قبطیه با نام ابراهیم داشت. ولی دیگر صاحبای تاریخ میگن که همون قاسم بود و ابراهیم بود و عبدالله بود. همون طاهره که صاحب کتاب میگه بچه رسول الله بود میگه این کنیت همون عبدالله بود میگه. او را طاهر میگفتن، طیبش هم میگفتن. برای همین جمع میگه 7 فرزند داشت. یعنی ابراهیم، قاسم و عبدالله، 3 تا بچه بود و 4 تا دختر. یعنی 6 فرزندش از خدیجه بود، 1 فرزندش از حضرت ماریا بود. خدای مهربان خاتمه مون بخیر کند، ایمانمون با سلامت نگه دارد و الله مهربان برادرایی که با ما سوال ارسال کردین، خدای مهربان در عمرتون، در جانهاتون برکات نصیب کنه و خدا همه ما را توفیق دهد که با آنچه که شنیدیم عمل کننده باشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم داملای محترم، من به شما یک سوالی دارم. میگویند که اگر فرمه زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانی. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک‌های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما و بر زکس میروند و توی انجام میدهند با همین فرمه ها. آیا همینجا یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نه؟ گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین، من میگم 3 طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست. اگرچه ما و شما ملاچیم از این سخنها. بیایید خانه پیغمبر خدا را ما برای شما حکایت میکنم. بنی تمیم گفتگی یک قبیله بود. پیش پیغمبر، پیش عایشه آمدن، مادر ما و شما، زن پیغمبر خدا آمدن و حضرت عایشه وقتی که میگه لباس های این بنی تمیم دید که خیلی شفاف بود، خیلی تنوک بود، یعنی بدن نما بود. میگه حالت حضرت خیلی تغییر یافت و گفت این کنتون مؤمنات فلیس هذا بالثياب المؤمنات. ای مادرای عزیز، گفت اگر شما دعوا کنین که ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، این لباسی که شما در بر کردین این نشانه مؤمنی و مسلمانی شما را نشان نمیدهد. این نشانه اون نیست که تو دعوا کنی، دعوای تو دروغ است، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی وقتی این لباس ها را تو در بدن خود میکشی. تازه عروسی میگوید یوسف قرضاوی در فقه معاصرش میارد در باب لباس زنها. یک تازه عروس پیش عایشه صدیقه آمدند و میگه در بدن شاید که همین لباس های پرده هایی که امروز خواهرای ما و شما را شرمنده کردند، اینا را از ملک غرب برای ما و شما آوردند که اینها بپوشند، اینا مثل ما پیرو شوند، اینا مثل ما دوزخی شوند. همچنان لباس میگه در برش بود. حضرت عایشه چی گفتند؟ حضرت عایشه گفتند لم تؤمن بصورت نور امرأة تلبس هذا. حضرت عایشه گفتند ای خواهر عزیز، گفتند اگر این لباسی که تو در بر داری، این لباس کسایی میپوشد که به سوره نوری که در قرآن خدا فرستاده است به سوره نور ایمان ندارد. این سوره نور چی میگوید؟ شما الحمدلله امروز قرآن های کریلیکی هم بر آمده است. سوره نور آیت 31 نگاه کنین. خداوند میگوید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن. صدق الله العظیم. خدا میگوید ای خواهران،
ای بندگان شما وقتی لباس میپوشین لباسی بپوشین که بدنهای شما نتابد. وقتی رویمال در سر می اندازین چنان رویمال اندازین که گردن و گوشهای شما را بپوشاند. تفسیر نصفی نزد من است، حنفی مذهب است. حضرت میگوید در اینجا مطلب خداوند این است که گوش، گردن، دستها، بازوهای زن همه اینها ستر هست. اینها را خدا گفته ایستاده است که باید که انسان چیکار کند؟ باید اینها را پوشیده بگرداند.